دکتر صاحب عزیز و گرامی، سلام علیکم و رحمت الله. امید که همگی صحت و سلامت و سرحال بوده باشین. صدای ما میشنوین؟ صبح زیبای شما بخیر. صدای ما دارین همگی؟ خب دکتر صاحب عزیز، خیلی درس خود شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. خداوند کریم را سپاس میگم از اینکه بار دیگه بر ما توفیق عنایت کرد تا اینکه بتانیم در خدمت شما بوده باشیم. دکتر صاحب عزیز و گرامی، دیروز ما شما در قسمت بیسیکس آف فارماکولوژی چپتر ششم از کتاب اسلامی هایالت یعنی موضوعات را خوانده بودیم. یک قسمتی از فارماکوکینetiک و قسمتی از فارماکودینامیک. و در قسمت فارماکوکینetiک دیروز ما شما روی میتابولیزم و همچنان روی از اینکه چگونه یک دوا اطراح میشه روی از این موضوعات بحث کردیم. و بعد در قسمت فارماکودینامیک ما شما آمدیم روی ریسپتورها بحث کردیم و دیروز خوانده بودیم که چند فامیلی از ریسپتورها را ما شما داشتیم. کسی میتونه برای ما بگویه؟ صدای ما؟ بله بله دکتر صاحب عزیز، تشکر زیاد. وقتی که ما شما جی آی که میگفتیم دکتر صاحب عزیز که از جمله جی کپل پروتین ها بود، کدام ریسپتورها با استفاده از جی آی میتونست فعالیت خود انجام بده؟ همون نکتی که نوشته کردم براتون و در کتابم نبود، گفتم بسیار اساسی است، را باید یادداشت کنین. توسط جی آی تاثیر میکرد، یادتان است؟ خب دکتر صاحب عزیز و گرامی، خیلی درس امروز خود شروع میکنیم. درس امروز ما و شما یک درس خیلی جالب است. درسی است که دکتر صاحب بر علاوه از اینکه سالانه از این بخش یک سوال، دو سوال و یا تا حتی سه چهار سوال هم میآید، بر علاوه از این دکتر صاحب شما در زندگی روزمره خود فوق العاده با این سر و کار دارین و هر دکتر خصوصا در افغانستان باید که یعنی آنتی مایکروبیال ایجنت را به وجه احسنش باید بفهمه. خب دکتر صاحب عزیز و گرامی، یعنی موضوعی که امروز ما رویش بحث میکنیم کدام موضوعات است؟ تحت عنوان آنتی مایکروبیال ایجنت ها می باشه که در تحت از دکتر صاحب یک معرفی از دواهای آنتی مایکروبیال می داشته باشیم و بعد میم روی یکی از یا که عبارت از سیل وال آنتی بیوتیک ها که یکی از جمله آنتی بیوتیک ها که عبارت از سیل وال اینهیبیتور است روی از این موضوعات بحث میکنیم. انشالله که آماده هستین دکتر صاحب عزیز. کتابچه و همچنان قلم خود با خود داشته باشین. موضوعات است که خیلی موضوعات بیرونی هم براتان گفته میشه، بعضی نمونیک ها براتان امروز گفته میشه به خاطر یاد کردن آنتی بیوتیک ها. درس خیلی مهم و خیلی جالب و خیلی به در بخور است دکتر صاحب. خب شروع میکنیم. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر صاحب عزیز، زمانی که ما شما یعنی آنتی مایکروبیال ایجنت میگیم یا دواهای ضد میکروبی، دکتر صاحب وقتی آنتی مایکروبیال که استفاده میکنیم این یک جنرال ترم است، یعنی یک بحث عمومی می باشه. یعنی داخل هدف از آنتی مایکروبیال ایجنت ها میتونه کدام موضوعات شامل باشه دکتر صاحب عزیز؟ وقتی میکروب میگیم، میکروب میتونه شامل چی باشه؟ میتونه شامل باکتریا باشه. یعنی دوای ضد باکتریا را
آنتی باکتریال ایجنت یا دکتر صاحب عزیز به نام آنتی بایوتیک هم یاد میکنیم. یک دوم دکتر صاحب عزیز دواهایی که ضد فنگس است به نام آنتی فنگل ایجنت یا آنتی فنگل دراگ. دیگر دکتر صاحب عزیز دواهایی که ضد ویروس است به نام آنتی ویرال دراگ. و موضوع چهارم دکتر صاحب عزیز دواهایی که ضد پارازیت است آنتی پارازیتیک ایجنت یا دراگ ها یاد میکنیم. یعنی زمانی که شما کلمه آنتی میکروبیال میشنوین، چهار موضوع مورد بحث است. یک آنتی بیوتیک که ضد باکتری است، آنتی فنگل ضد فنگس، آنتی ویرال ضد ویروس و آنتی پارازیتیک ضد پارازیت ها می باشد. خب موردی که ما رویش بحث میکنیم دکتر صاحب عزیز در این قسمت شامل چی است؟ آنتی بیوتیک هاست. زمانی که آنتی بیوتیک ها را خلاص کردیم، باز به طرف آنتی فنگل و آنتی ویرال و آنتی پارازیتیک میریم. اما در چند لکچر آینده ما تنها یا مختص روی چی بحث میکنیم؟ روی آنتی بیوتیک ها بحث میکنیم. دکتر صاحب عزیز یک عنوان میگیریم در این قسمت به نام چی؟ به نام آنتی بایوتیکس. یعنی زمانی که دکتر صاحب عزیز شما کلمه آنتی بیوتیک که استفاده میکنین، آنتی بیوتیک ها اونمو ایجنت های هستن که ضد چی عمل میکنه؟ ضد باکتریا ها عمل میکنه. خب در این قسمت دکتر صاحب عزیز اگر ما شما یک تقسیم بندی از آنتی بیوتیک ها داشته باشیم در قسمت کلاسیفیکیشن آنتی بیوتیک ها، خوب دقیق باشین. یعنی از چندین نقطه نظر ما میتونیم آنتی بیوتیک ها را تقسیم بندی کنیم. یکی از چیزایی که با اساس از او میشه که ما آنتی بیوتیک ها را تقسیم بندی کنیم دکتر صاحب عزیز، او عبارت از chemical structure است، یعنی ساختار کیمیایی. این چیز در کتابتان ذکر نشده، اما ساختار کیمیایی. اگر از نظر ساختار کیمیایی ما شما آنتی بیوتیک ها را یعنی تقسیم بندی کنیم، حدود 18 گروپی از آنتی بیوتیک ها را ما میتونیم داشته باشیم. و دیگر دکتر صاحب عزیز یعنی آنتی بیوتیک ها را میشه که از نقطه نظر spectrum of activity ما شما تقسیم بندی کنیم، یعنی ساحه تاثیر. خوب دقیق باشین در قسمت spectrum of activity که یک سوال هم سال قبل آمده بود دکتر صاحب عزیز. زمانی که ما spectrum of activity میگیم یعنی دو ساحه را شامل میشه. یکی دکتر صاحب عزیز دواهایی هستن که یا نارو سپکتروم می باشه، دواهایی که نارو سپکتروم است. دیگر دکتر صاحب عزیز آنتی بیوتیک هایی که چی هستن؟ آنتی بیوتیک هایی که براد سپکتروم می باشد. دقیق باشین دکتر صاحب، خیلی موضوع جالب است. زمانی که ما شما نارو اسپکتروم آنتی بیوتیک که میگیم، نارو اسپکتروم آنتی بیوتیک به چی معنی؟ نارو اسپکتروم آنتی بیوتیک به این معنی که یا آنتی بیوتیک هایی هستن که بالای گروپ خاصی از باکتریا ها تاثیر داره. به چی معنی؟ مثلا میگیم که بالای گرام پوزیتیو کوکس های تاثیر میکنه. یعنی یک آنتی بیوتیک نام میگیریم و اینمی آنتی بیوتیک میگیم که فقط بالای چی تاثیر میکنه؟ بالای گرام پوزیتیو کوکس های تاثیر میکنه. اینمی را که بالای یک گروپ خاص از باکتری تاثیر کنه، ایچی است؟ نارو اسپکتروم آنتی بیوتیک است. اما قبل از اینکه روی براد اسپکتروم و نارو اسپکتروم آنتی بیوتیک ما براتون معرفی کنم، اول بیاین یک خلاصه مرور در قسمت گروپ آف باکتریا می داشته باشیم. شما قسمی که در مایکروبیولوژی خواندین دکتر صاحب عزیز که از نظر تقسیم بندی یعنی ما 4 گروپ از باکتریا ها را داریم. چند گروپ؟ 4 گروپ از باکتریا ها را داریم. یعنی از نظر اسپکتروم که چی استفاده در قسمت فارماکولوژی داره ما تقسیم بندی میکنم. خوب دقیق باشین دکتر صاحب عزیز.
در حقیقت خود دو گروه تقسیم میکنیم. باز هر گروهی از این شامل دو بخش می باشه. یک دکتر صاحب عزیز باکتریاهایی هستند که کوکسای است. دیگر دکتر صاحب عزیز باکتریاهایی که شکل چی را داره؟ روت داره. یعنی باکتریاهایی که به شکل سیرکولر می باشه و باکتریاهایی که به شکل چوبک مانند می باشه. خوب دقیق باشین، باکتریاهایی که به شکل کوکسای است یا سیرکولر است دکتر صاحب عزیز، یا را برش میگیم که گرام پوزیتیو کوکسای و دیگه برش میگیم دکتر صاحب عزیز که گرام نگاتیو کوکسای. حال خیلی ساده میخوایم براتون بگویم. زمانی که ما شما میگیم گرام پوزیتیو کوکسای دکتر صاحب عزیز، چی چیز یادتان بیایه؟ استافیلوکوکای و دیگه دکتر صاحب عزیز استریپ و دکتر صاحب عزیز استریپتو کوکسی. یعنی استافیلوکوکای و استریپتوکوکای از جمله گرام پوزیتیو کوکس ها می باشه. و زمانی که ما شما گرام نگاتیو کوکای میگیم دکتر صاحب، یادتان باشه که یکی عبارت از مورک زیلا و دیگه یعنی باکتریایی که شامل می باشه و عبارت از چی است؟ عبارت از نایسیریا می باشه. یاد کنین گرام پوزیتیو دو دانه اس، گرام نگاتیو امو ان، یعنی نایسیریا و همچنان مورکزیلا کاترالیس. خوب در قسمت روت ها دکتر صاحب عزیز یا به نام بسیل ها هم یاد میکنن. بازم گرام پوزیتیو بسیل ها را داریم و دیگه گرام نگاتیو بسیل ها را می داشته باشیم. در قسمت گرام پوزیتیو بسیل ها دکتر صاحب عزیز شما این نمونه که یاد کنین A B C D. خوب دقیق باشین و آخرام عبارت از M A B C D M. مثلا A از عبارت از اکتینو مایکوزیس. B از دکتر صاحب عزیز عبارت از اونمو باسی پلاس و C از دکتر صاحب عزیز کلستریدیا. D از دکتر صاحب عزیز دفتریا و آخر عبارت از M از عبارت از مونوسایتو جنس می باشه. این چیزایی است که در کتابتان نیست و متواقی دکتر صاحب عزیز چیزایی که باقی میمانه او عبارت از گرام نگاتیو بسیل است یا گرام نگاتیو روت می باشه. حال شما فهمیدین که ما شما چند گروه از چی را داریم، چند گروهی از باکتریا ها را داریم. حال استفاده از ایتی از فارماکولوژی دکتر صاحب، زمانی که شما میگین دکتر صاحب عزیز که یک آنتی بیوتیک نام میگیرین و میگین که اینمی آنتی بیوتیک چی است؟ اینمی آنتی بیوتیک براد اسپکتروم است. مثلا دکتر صاحب ما یک مثال میگم تتراسایکلین. وقتی میگم تتراسایکلین یک آنتی بیوتیک براد اسپکتروم است، این به چی معنی است؟ این به این معنی است که اینمی تتراسایکلین هم میتونه دکتر صاحب ایرا از بین ببره، هم میتونه ایرا از بین ببره، هم میتونه ایرا و هم میتونه ایرا. هرگاه یک آنتی بیوتیک بتونه چندین نوع چندین گروپی از باکتری ها را از بین ببره، اینمی را ما برش چی میگیم؟ براد اسپکتروم میگیم. مثال دیگی از براد اسپکتروم آنتی بیوتیک که خدمتتان برسانم و عبارت از چی است؟ عبارت از کلورام فینیکول می باشن. دکتر صاحب خیلی دقیق باشین، خیلی اساسی است و این نکات مکمل یادداشت کنین که این چیزایی است که سوال میایه. مثلا اگر در قسمت سوال جور شود میگه یکی از آنتی بیوتیک های زیل از جمله براد اسپکتروم آنتی بیوتیک است، یک شمیره تتراسیکلین و یا ای که کلورام فینیکول یا دیگه براد اسپکتروم آنتی بیوتیک های دیگه هم وجود داره. در قسمت این نرو اسپکتروم آنتی بیوتیک ها دکتر صاحب عزیز مثالایش خدمتتان برسانم. مثلا پنیسیلین جی. چرا پنیسیلین جی؟ به خاطر از اینکه دکتر صاحب پنیسیلین جی تاثیرات بیشتری که داره روی گرام
پازیتیو کوکس ها می داشته باشه. یعنی روی یک گروپ بسیار زیاد تاثیر میکنه. با او خاطر است که ما برای چی میگیم نارو اسپکتروم میگیم. دیگه دکتر صاحب عزیز مثال دیگی از نارو اسپکتروم آنتی بیوتیک ها را خدمتتان عرض برسانم. مثلا استرپتومایسین و نوع دیگه از دکتر صاحب عزیز مثال دیگه عبارت از اریترومایسین می باشه. امید از دکتر صاحب عزیز که خسته نشده باشین و مفهوم اساسی را هم گرفته باشین. یک بار دیگه تکرار میکنم برای دکتر صاحبایی که تازه جاین شدن. دکتر صاحب عزیز ما شما گفتیم آنتی مایکروبیال یک کلمه عمومی است که میتونه شامل آنتی بیوتیک، آنتی فنگل، آنتی وایرال، آنتی پارازیتیک باشه. و از این جمله موضوعی که امروز ما بحث میکنیم آنتی بیوتیک هاست. آنتی بیوتیک ها اونمو دواهایی هستند که ضد باکتری عمل میکنن. به خاطر از اینکه ما شما آنتی بیوتیک ها را خوبتر درک کنیم، علما یا را به کلاس های مختلف از نقطه نظر مختلف تقسیم کردند. یکی از تقسیم بندی از یا از نقطه نظر چی بود؟ کیمیکال استراکچر بود. ساختار کیمیایی که 18 نوعی از باکتری ها را داشتیم، آنتی باکتریال ها را داشتیم. و نوع دیگه از تقسیم بندی به اساس اسپکتروم اف اکتیویتی، ساحه تأثیری از یا دکتر صاحبا. از نظر اسپکتروم اف اکتیویتی ما دو نوعی از یا را داشتیم. یکی نارو اسپکتروم بود. نارو اسپکتروم به این معناست که بالای یک گروپ خاصی از باکتری عمل کنه. ما باکتری ها را به 4 گروپ تقسیم بندی کردیم: گرام پوزیتیو کوکس، گرام نگاتیو کوکس، گرام پوزیتیو باسیل، گرام نگاتیو باسیل. هرگاه اگر یک باکتری تنها چی را از بین ببره، تنها گرام نگاتیو کوکا از بین ببره، اینمی نوع باکتری، اینمی نوع آنتی بیوتیک. چی نوع یک آنتی بیوتیک است؟ یک آنتی بیوتیک است که تحت عنوان نارو اسپکتروم مورد مطالعه قرار میگیره. و هرگاه یک آنتی بیوتیک بتونه همزمان چندین گروپی از باکتری ها را از بین ببره، ایره برش ما چی میگیم؟ براد اسپکتروم آنتی بیوتیک میگیم. مثالایش هم خدمتتان به عرض رساندم که عبارت از تتراسایکلین و کلورام فینیکول بود. اول دکتر صاحب عزیز شما بر ما یک پیام بانین و من مطمئن شوم که شما مفهوم اسپکتروم دقیق درک کردین. چت باکستان کمک دیرتر میایه. تشکر دکتر صاحب. عبدالقادر رحیمی، دکتر صاحب شامرای خبیر، یعنی دیگر را درک نکردن. نکنه که همه گیر خواب برده باشه دکتر صاحب. چت باکس خیلی ضعیف میایه. خوب، تشکر دکتر صاحب عزیز. خداوند شما را خیر بده. هدف ما است که یعنی دقیق شما مفهوم گرفته باشین و خوب دقیق تر و زیادتر بخوانین دکتر صاحب. به خاطر از اینکه یعنی امتحان هم خیلی نزدیک است و کوشش میکنم اونمون نکاتی را براتون بگویم که نکته امتحانی است. خوب دکتر صاحب عزیز، یک تقسیم بندی دیگه که وجود داره در قسمت در قسمت آنتی بیوتیک ها دکتر صاحب، او عبارت از چی است؟ یعنی او عبارت از میکانیزم آف اکشن است. خیلی دقیق باشین دکتر صاحب، خیلی اساسی است. میکانیزم آف اکشن است. یعنی تقسیم بندی آنتی بیوتیک ها از نقطه نظر میکانیزم تاثیری از است. خب قبل از اینکه میکانیزم تاثیر خدمتتان برز برسانم دکتر صاحب عزیز، شما فرض کنین که اینی یک باکتری بوده باشه. یعنی باکتری ها متشکل از کدام ساختمان هستند؟ به این شکل دکتر صاحب عزیز، به این شکل دکتر صاحب عزیز، یعنی باکتری ها از چی ساخته شده؟
از نظر ساختاری دکتر صاحب عزیز، باکتریاها از کدام چیزها ساخته شده؟ یکی شما در درس‌های قبلی هم خواندین که باکتریاها از نظر ساختاری متشکل از چی هستند؟ یکی سیل وال یا دیوار حجروی می باشند و دیگر دکتر صاحب عزیز بر علاوه از اینکه از دیوار حجروی ساخته شده متشکل از چی هستند؟ متشکل از سیل ممبرین می باشه. یعنی دکتر صاحب ما وقتی که صحبت میکنم به شکل عمومیات صحبت کرده راشم. خب یعنی متوجه باشین استثناءات در این قسمت وجود داره. دیگه باکتری شامل چی از دکتر صاحب؟ شامل دی ان ای و یا نوکلیوس می باشه. دیگه دکتر صاحب عزیز دیگه کدام قسمت است؟ عبارت از رایبوزوم یک باکتری است. خوب دقیق باشین. یعنی از نظر مکانیزم تاثیر اگر ما و شما آنتی بیوتیک ها را تقسیم بندی کنیم، میتونیم به چند کلاس تقسیم بندی کنیم؟ به 4 کلاس تقسیم بندی کنیم. یک دکتر صاحب عزیز آنتی بیوتیک های هستند که دیوار یعنی یک دیوار حجروی یک باکتریا را از بین میبره، مانع سنتیز دیوار حجروی میشه. دو دکتر صاحب عزیز ما گروپی از آنتی بیوتیک ها داریم که در سل ممبرین سبب ایجاد پور یا سوراخ ها میشه که با استفاده از ایجاد پور یا سوراخ ها یعنی باکتری را از بین میبره. دوم دکتر صاحب عزیز سوم دکتر صاحب عزیز ما گروپی از آنتی بیوتیک ها را داریم که یا دی ان ای سنتز انهیبیتور است، یعنی تغییرات در قسمت دی ان ای میاره تا اینکه باکتری را از بین ببره. و دیگه دکتر صاحب عزیز گروپ چهارم عبارت از یعنی با نمو آنتی بیوتیک های هستند که یا را تحت عنوان پروتین سنتزیس انهیبیتور ها میشناسیم، چون رایبوزوم مسئول تولید پروتین است. یعنی یا چی رو بر ما میکنن؟ تولید پروتین ها را میسازه. زمانی که یک باکتری پروتین تولید نتونست در نتیجه چی میکنه؟ از بین میره. باز یعنی دیگه قسمت میخوایم خدمتتان اشاره کنم که رایبوزوم باکتری ها از دو سب یونیت ساخته شده، سب یونیت سی و سب یونیت چی می باشه؟ 50 می باشه. یعنی در این قسمت دکتر صاحب عزیز ما نوعی از باکتری ها را داریم که تنها روی S3 تاثیر میکنه و باکتری های را داریم که روی S50 تاثیر میکنه. یعنی این بود دکتر صاحب عزیز در کل عمومیات در قسمت مکانیزم آف اکشن. یعنی از نظر تاثیر ما چند نوعی از آنتی بیوتیک ها را داشتیم؟ 4 نوع. یک دیوار حجروی را میساخت. 2 سوراخ در سل ممبرین ایجاد میکرد. 3 بالای دی ان ای تاثیر داشت. 4 بالای رایبوزوم تاثیر داشت که تحت عنوان پروتین سنتز انهیبیتور ها مورد مطالعه قرار دادیم. حال دکتر صاحب عزیز ما در این قسمت یک چارت براتون آوردیم و در این چارت دکتر صاحب به شکل خلاصه یعنی آنتی بیوتیک ها را دکتر صاحب با صنفایش گفته که کدام آنتی بیوتیک سل وال انهیبیتور است، کدام آنتی بیوتیک دکتر صاحب عزیز بالای دی ان ای تاثیر داره و آنتی بیوتیک هایی که بالای رایبوزوم تاثیر داره کدام ها می باشد. خوب دقیق باشین. در قسمت گروپی از آنتی بیوتیک ها کیوا عبارت از چی هستند؟ سل وال سنتز انهیبیتور ها می باشد. اگر سوال شود دکتر صاحب که کدام آنتی بیوتیک ها تولید دیوار حجروی را می سازد، شما بسیار به سادگی میتونین بگوین که یکی از آنتی بیوتیک هایی که تولید دیوار حجروی را می سازد او گروپی چی است؟ گروپی بیتا لاکتم می باشه. وقتی میگیم بیتا لاکتم شامل کدام آنتی بیوتیک هاست؟ 1 پنسیلین ها، 2 سیفالوسپرین ها، 3 کارباپنم، 4 مونوباکتم. یعنی وقتی ما بیتا لاکتم میگیم بیتا لاکتم ها سل وال سنتز انهیبیتور است که شامل پنیسیلین، سیفالوسپرین، کارباپنم و مونوباکتم می باشد. بر علاوه بیتا لاکتم ها دکتر صاحب عزیز، بر علاوه بیتا لاکتم ها
یعنی آنتیبیوتیک های دیگی که از تولید دیوار حجروی جلوگیری میکنه او کدام آنتیبیوتیک است؟ یک وانکومایسین، دو باسیتراسین، سه دکتر صاحب عزیز فاسفامایسین. یادداشت کنین دکتر صاحب، وانکومایسین، باسیتراسین، فاسفامایسین و دیگر دکتر صاحب سایکلوسیرین. آنتیبیوتیک دیگه عبارت از چی است؟ سایکلوسیرین. این یا دکتر صاحب عزیز آنتیبیوتیک های هستن که در کل همگی چی میکنن؟ همگی سیل وال انهیبیتور می باشه. و یک نکته دیگه را خدمتان عرض برسانم، هر ضد میکروبی آنتیبیوتیکی که دیوار حجروی را نهی بسازه تأثیرات چی می داشته باشه؟ تأثیرات بکتریوسایدال می داشته باشه. یعنی تأثیرات بکتریوسایدال به این معناست که باکتریا را می کشه. حال در سلایدهای بعدی خدمتتان به عرض خاطر رسانم که سایدال و استاتیک چی تفاوت داره. دیگر دکتر صاحب عزیز گفتیم بعضی از آنتیبیوتیک های وجود داره که اینمی آنتیبیوتیک ها سبب یا اینمی آنتی مایکروبیال ها سبب ایجاد یک سوراخ در ممبرین میشه که یا قدر استفاده نمیشه و مورد بحث نیست. عبارت از پولی مایکسین مثال از این است. دیگر دکتر صاحب عزیز ما گفتیم که دواهایی هستند که آنتیبیوتیک های هستند که بالای دی ان ای تاثیر داره یا نوکلیک اسید سنتز انهیبیتور برش میگیم. بازیا با گروپ های مختلف دیگه تقسیم بندی میشه که بعدها یعنی نظر به محلش میخوانیم. یک از این جمله دکتر صاحب عزیز دی ان ای جایریز انهیبیتور است که شامل کوینولون ها می باشه. دیگه دکتر صاحب عزیز RNA پلیمریز انهیبیتور است که شامل آنتیبیوتیکش شامل ریفام پنسین است. دیگه دکتر صاحب عزیز به خاطر از اینکه یعنی یک باکتری رشد کنه دکتر صاحب تولید مثل کنه نیاز به فولیت داره. پس بعضی از آنتیبیوتیک ها داریم که یا تولید فولیت نمیسازه، فولیت سنتز انهیبیتور هستن. شامل کدام ها؟ سلفوناماید ها، ترایمیتوپرم. این یا دکتر صاحب عزیز از جمله باکتری های هستن، آنتیبیوتیک های هستن که روی دی ان ای تاثیر میکنه. کدام آنتیبیوتیک ها؟ یک سلفوناماید ها، دو ترایمیتوپرم، سه کوینولونز، چهار ریفامپنسین. دیگر دکتر صاحب عزیز یک گروپ از آنتی بیوتیک های دیگری را داریم که نمیا گفتیم روی چی تاثیر میکنه؟ روی رایبوزم باکتری تاثیر میکنه. و رایبوزم باکتری ها را گفتیم از دو سب یونیت ساخته شده، سب یونیت 50 و سب یونیت 30. آل خیلی دقیق دکتر صاحب ای را یادداشت کنین. یعنی کدام آنتیبیوتیک ها بالای سب یونیت چی تاثیر میکنه؟ سب یونیت 30 تاثیر میکنه. کدام آنتیبیوتیک است؟ یک تتراسایکلین، دو دکتر صاحب عزیز امینو گلایکوزیدها ها. وقتی امینو گلایکوزیدها ها میگیم بعدها میخوانیم، مثلا امیکاسین است، جنتامایسین است، استرپتومایسین است. این یا دکتر صاحب عزیز از جمله چی می باشه؟ امینو گلایکوزیدها. یعنی بالای کدام سب یونیت تاثیر میکنه؟ سی. و دیگه دکتر صاحب عزیز یعنی آنتیبیوتیک هایی که روی سب یونیت 50 تاثیر میکنه، یک از این جمله کدام است؟ عبارت از ماکرولیتات. شما فوق العاده زیاد استفاده میکنین. مثلا اگر سابقه در تداوی اچ پایلوری شامل بود کلاریترومایسین، فعلا هم گلودرد که شوین قدم اول برای مریضایتان میتین ازیترومایسین. این یا کلوشی است ماکرولیتات. دیگر دکتر صاحب کلندامایسین، لینزولیت، کلورامفینیکول، استرپتوگرامینز. این یا دکتر صاحب عزیز آنتیبیوتیک های هستن که شامل چی می باشه؟ پروتئین سنتز انهیبیتور و سب یونیت 50 رایبوزم نمی سازن. شما ور خطا نشین، ما شاید کم زده این قسمت تیزتر گفته باشم دکتر صاحب. اما خوبی این مسئله چی است؟ یک مفهوم کلی شما گرفتین که ما از نظر مکانیزم تاثیر 4 گروپی از آنتیبیوتیک ها را داریم. مورد بحث ما چی است؟ مورد بحث ما است که هر کدام از این را به فصل‌های جداگانه می‌خوانیم. مثلا امروز ما شما روی بیتا لاکتم ها که عبارت از پنیسیلین است، سیفالوسپرین است، کارباپینم است، مونوباکتم است،
که کلی از یا دیوال حجروی را نهی میسازه بحث میکنیم. روزی بعد در مورد نوکلیک اسید سنتز بحث میکنیم و یا که پروتین سنتز اینهیبیتور ها را میخوانیم. به این شکل هر کدام وقتی که به فصلش خواندین باز خوبتر در ذهنتان میمانه. یعنی دکتر صاحب عزیز اگر مفهوم گرفته باشین و خسته نشده باشین، از نظر مکانیزم تاثیر ما شما چند گروپ از آنتی باکتریال ها را داشتیم؟ بله دکتر صاحب حنیفه میگن که ما 4 گروپ از آنتی باکتریال ها را داشتیم. یک سیل وال انهیبیتور، دیگر سیل ممبرین، پروتین سنتز و دیگر دکتر صاحب عزیز نوکلیک اسید سنتز یا دی ان ای می باشه. خب دکتر صاحب عزیز ما شما موضوع ما در قسمت کلاسیفیکیشن آنتی مایکروبیال هاست، خصوصا آنتی بیوتیک ها. از نظر اسپکتروم تقسیم بندی کردیم، از نظر مکانیزم آف اکشن تقسیم بندی کردیم. موضوع اساسی دیگه دکتر صاحب عزیز تایپ آف اکشن، یعنی یک آنتی بیوتیک به چی شکل عمل میکنه. خوب دقیق باشه. از نظر چی؟ از نظر تایپ آف اکشن دکتر صاحب عزیز ما بحث میکنیم. در قسمت تایپ آف اکشن خوب دقیق باشین. یعنی شما وقتی که آنتی بیوتیک به مریض هایتان میتین، اینمی آنتی بیوتیک به کدام تایپ تاثیر میکنه دکتر صاحب عزیز؟ از نظر تایپ آف اکشن آنتی بیوتیک ها را به 2 کاتگوری تقسیم بندی میکنیم. یکشا برش میگیم باکتریو استاتیک، دیگیشا برش میگیم دکتر صاحب عزیز باکتریو سایدال. استاتیک دکتر صاحب به معنی توقف، سایدال به معنی کشتن یا دکتر صاحب عزیز کشنده برش میگیم. خوب دقیق باشین ای به چی معناست. شما دکتر صاحب عزیز فرض کنین که به این شکل ما شما چند ساحه داریم. خب دقیق باشین. مثلا فرض کنین دکتر صاحب عزیز اینی باکتریا هاست. ما تعدادی از باکتریا ها را در یک ساحه داریم. وقتی که بدون تداوی بدون آنتی بیوتیکی را قرار بدیم، میبینیم دکتر صاحب عزیز که در روز بعدش تعداد زیاد از کالونی باکتری ها در یک قسمت چی کرده؟ رشد کرده. حال خوب دقیق باشین. ما شما در یک قسمت چند باکتری داریم؟ 4 باکتری. زمانی که 4 باکتری داشتیم دکتر صاحب عزیز دینمی محیط چی اضافه میکنیم؟ یک آنتی بیوتیک اضافه میکنیم. زمانی که آنتی بیوتیک اضافه کردیم روز بعدش میبینیم که اینمی 4 باکتری دکتر صاحب هیچ تغییر نکرده. بینمی 4 باکتری باقی مانده. این به چی مفهوم است؟ به این مفهوم از دکتر صاحب عزیز که اینمی آنتی بیوتیکی که ما اضافه کردیم این آنتی بیوتیک توقف کننده رشد باکتری بوده، یعنی باکتری را از بین نمی برده. اینمی را برش ما چی میگیم؟ باکتریو استاتیک میگیم. دیگر دکتر صاحب عزیز فرض کنین که در این محیط ما شما 4 باکتری را داشتیم و زمانی که برای ما شما آنتی بیوتیک اضافه کردیم روز بعد دکتر صاحب دیدیم که کاملا محیط چی است؟ خالی است، از بین رفته. یعنی به این معنی است که این میکروب ها را از بین برده، کیل کرده. پس به این نوع آنتی بیوتیک برش میگیم که باکتریو چی است؟ باکتریو سایدال است. یعنی شما مفهومی باکتریو استاتیک و باکتریو سایدال فهمیدین که مفهومی از یا چی است. آخر نکته که در قسمت عمومیات میخوایم خدمتتان عرض برسانم دکتر صاحب عزیز در قسمت ازی است که باکتری ها از چی آنتی بیوتیک ها از چی ساخته شده. زمانی که از نظر آنتی بیوتیک مید آف که بحث کنیم، یعنی آنتی بیوتیک ها از چی ساخته شده؟ آنتی بیوتیک ها منابع مختلف داره. یکی از این جمله آنتی بیوتیک ها دکتر صاحب عزیز که منشی فنگس داره، یعنی از 5 جای ها ساخته میشه. کدام گروپی از آنتی بیوتیک هاست؟ یکی دکتر صاحب عزیز عبارت از پنیسیلین می باشه، دیگر دکتر صاحب عزیز سیفالوسپورین می باشه.
سفالوس و رین ها. آنتیبیوتیک های دیگه هم وجود داره. یعنی آنتیبیوتیکی که اگر سوال شود کدام آنتیبیوتیک ها منشأ فنگل داره یا منشأ فنگسی داره، از فنگس ها ساخته میشن، کدام آنتیبیوتیک است؟ پنیسیلین و سفالوسپورین می باشد. خب دکتر صاحب عزیز، یک وقفی کوتاه می داشته باشیم و بعد روی سیل وال انهیبیتور ها بحث میکنیم. امید است که تا ایدم شما مفهوم دقیق از اساسات آنتی بکتریال را یعنی گرفته باشین. یک وقفه کوتاهی 2 دقیقه‌ای، بعد دوباره برمیگردیم.
دکتر سویجی سلام مجدد. حضور دارین؟ صدای ما دارین دکتر سویجی؟ بازم خواهش می از دکتر سویجی است که کتابچه و قلم با خود داشته باشین. موضوعاتی که یعنی بیرونی گفته میشه یا را شما یادداشت کنین. خیلی موضوعات مهم و اساسی است و تمام عمرتان به درد میخوره. البته عمر طبابتتان دکتر سویجی. خسته خو نشدین؟ دکتر سویجی، ما شما از نظر مکانیزم تاثیر آنتیبیوتیک ها را به 4 گروه تقسیم بندی کردیم و یکی از یا را ما گفتیم که سل وال انهیبیتور است، یعنی غشای دیوار یک باکتریا را نمی سازه و نمیمونه که تولید شود. و گروه از آنتیبیوتیک ها را دکتر سویجی عزیز ما در قسمت معرفی کردیم. یکی از این جمله گروه عبارت از چی بود؟ عبارت از بیتا لاکتم بود. خوب دقیق باشه، این گروه بیتا لاکتم بود. اگر پیشتر یادتان بوده باشه ما گفتیم که به این شکل، یعنی گروه تعدادی از آنتیبیوتیک ها را معرفی کردیم. یکی از چی بود؟ بیتا لاکتم، دیگه ونکا، مایسین، باسیتراسین، فاسفو، مایسین، سایکلو، سیرین. این آنتیبیوتیک هایی بودن که کلشان دیوار حجروی را چی میساخت؟ میساخت. حالا دکتر سویجی، وقتی که شما بیتا لاکتم میگیم، بیتا لاکتم شامل کدام آنتیبیوتیک هاست؟ به خاطر از اینکه شما یاد کنین که بیتا لاکتم شامل کدام گروهی از آنتیبیوتیک هاست، یک نمونه براتون میگم که عبارت از پی سی سی ام. صحیح شد؟ شما پی سی سی ام که یاد داشته باشین دقیقاً بفهمین که بیتا لاکتم شامل کدام موضوعات است. پی از این دکتر سویجی عبارت از چی است؟ عبارت از پنیسیلین می باشه. سی از این دکتر سویجی عبارت از گروه چی است؟ گروه سیفالوسپورین ها می باشه. و سی دیگه از این دکتر سویجی عبارت از یعنی کارباپنم و امی از این دکتر سویجی شامل چی است؟ شامل مونوبکتم. ام شامل چی است؟ مونوبکتم ها می باشه. یعنی دکتر سویجی ادویجاتی که ما براتون معرفی کردم، گروپ ها پنیسیلین، سیفالوسپرین، کارباپنم، مونوبکتم، تمامی از یا دکتر سویجی دارای یک حلقه بیتا لاکتم است. و می خاطر به نام چی یاد میکنن؟ به نام بیتا لاکتم ها یاد میکنیم. دکتر سویجی، اینمی دواهایی که گفتم پنیسیلین، سیفالوسپرین، کارباپنم، مونوبکتم، مکانیزم تاثیرشان چی است؟ مکانیزم تاثیر از ای است که دیوار حجروی مانع تولید یا سنتز دیوار حجروی یک باکتری میشه. آل دکتر سویجی بیاین دیوار حجروی یک باکتری را بفهمیم و بعد یعنی دقیق درک میکنیم که واقعا پنیسیلین چه قسم یک تاثیر میتونه داشته باشه یا سیفالوسپرین ها چه قسم یک تاثیر میتونه داشته باشه. اما قبل از این دکتر سویجی ما شما عنوان میگیریم پنیسیلین. یعنی روی چی گپ میزنیم دکتر سویجی؟ روی پنیسیلین ها گپ میزنیم. شما دقیق فهمیدین که مکانیزم تاثیر پنیسیلین ها چی بوده؟ مکانیزم تاثیر عمومی پنیسیلین هایی بوده که یا از تولید دیوار حجروی جلوگیری میکرده. حالا دکتر سویجی از تولید دیوار حجروی زمانی که جلوگیری میکنه با کدام مکانیزم جلوگیری میکنه؟ اما قبل از این دکتر سویجی اول باید ترکیب دیوار یک حجری یک باکتری را ما شما باید دقیق درک بتانیم. مثلا دکتر سویجی فرض کنین اینی یک باکتری باشه، به این شکل دکتر سویجی این دیوار حجروی است. هرگاه اگر از نظر ساختاری دیوار حجروی یک باکتریا را ما مورد مطالعه قرار بدیم، یا از پپتاید گلایکان ها ساخته شده که نمی پپتاید گلایکان ها با همدیگه چی می باشند؟ با همدیگه وصل می باشند. مثلا دکتر سویجی فرض کنین که این یک پپتاید گلایکان است به این شکل، یا هم دیگه پپتاید گلایکان
و یا هم دیگه پپتاید گلایکان. به شکل دکتر صاحب عزیز یا چی دارن؟ در دو به شکل لایر قرار گرفته و اینمی پپتاید گلایکان ها با همدیگر در بین هم اتصال دارن و از طرف دیگه دکتر صاحب عزیز با یک دیگه یا چی می باشه؟ با یک دیگه به شکل در ارتباط می باشه. هرگاه اگر ما شما اینمی انزایم هایی که در اتصال ازی قرار داره، اینمی کراس لینکی که در اتصال ازی قرار داره که به نام پپتاید کراس لینک یاد میکنیم. هرگاه اگر اینمی پپتاید کراس لینک از بین بره، در نتیجه دیوار حجروی از سنتز باز میمانه و ضعیف میشه و در نتیجه باکتری چی میشه؟ از بین میره. پس این حال پنسیلین چی میکنه دکتر صاحب عزیز؟ پنسیلین در این قسمت یک محل داره که به نام پنیسیلین بایندینگ سایت یاد میکنیم. به نام پنیسیلین بایندینگ سایت برش میگیم PBS. پنسیلین میاد در این قسمت وصل میشه. فرض کنین که اینی چی باشه؟ ای دکتر صاحب عزیز ای پنیسیلین باشه. پنسیلین وقتی که آمد پنسیلین بایندینگ سایت که وصل شد، ای سبب نهی چی میشه؟ سبب نهی ترانس پپتایدیز میشه. زمانی که ترانس پپتایدیز که نشد دکتر صاحب عزیز، در نتیجه اینی کراس بریچ از بین میره. زمانی که از بین رفت دیگه دیوار حجروی باکتری رشد نمیتونه. پس این حال خوب دقیق باشین وقتی که شما یک باکتری را داشتین، اینی غشای حجروی ازی باشه، اینی هم دکتر صاحب عزیز اونمو حسی ازی باشه. وقتی که دیوار حجروی ازی باکتریا که رشد نکرد چی صورت میگیره؟ در نتیجه سبب میشه مواد از داخل بیرو بره و از بیرو داخل چی شوه؟ داخل حجره شوه و در نتیجه حجری باکتری دکتر صاحب عزیز به این شکل یا آماس میکنه، میپونده و در نتیجه سبب میشه تا اینکه چی شوه؟ برست شوه، از بین بره. به می خاطر است که دواهایی که سیل وال انهیبیتور از دکتر صاحب عزیز، این دواها تمامشان خاصیتی چی دارن؟ خاصیتی بکتریوسایدل دارن. و یک نکته جالب دیگی که میخوایم خدمتتان به عرض برسانم اویی از دکتر صاحب عزیز که اگر سوال شوه را یادداشت کنین دکتر صاحب، که سوال شوه که بیتا لکتین ها بیشتر بالای گرام مثبت تاثیر داره و یا گرام منفی تاثیر داره. خب در این قسمت خدمتتان به عرض برسانم که بیتا لکتین ها در عموم میتونه هم بالای گرام مثبت تاثیر کنه و هم میتونه بالای گرام منفی ها تاثیر کنه. اما تاثیراتش بیشتر بالای کدامش است؟ شما از درس‌های میکروبیولوژی شاید به یاد داشته باشین که دیوار حجروی گرام مثبت ها ضخیم‌تر است نظر به دیوار حجروی گرام منفی ها. حال شما یک نظر بدین که بیتا لکتین ها در عموم پنیسیلین است، سیفالوسپرین است، مونوباکتریم است، کارباپینم است، بیشتر باکتری های گرام مثبت از بین میبره یا گرام منفی را؟ منتظر چت باکس تان هستم. دکتر صاحب ظریف میگن که گرام منفی، دکتر صاحب محمد اکبر گفتن گرام مثبت، مرسل هم دکتر صاحب مرسل گفتن گرام مثبت، دکتر صاحب حنیفه گفتن شاید گرام مثبت. خیلی خوب است که آدم یک چیزی رو حدس بزنه و از حدس هم درست برای خیلی واس کیف میکنه. دکتر صاحب عزیز یادتان بوده باشه، ایده به خاطر ازی یکم طولانی ساختم که همیشه باید یادتان بوده باشه بله بیتا لکتین ها بالای هر دویش تاثیر میکنه، اما تاثیرات بیشترش روی چی است؟ روی گرام مثبت می باشه. یادتان نره، یک نکته امتحانی است. خوب دکتر صاحب زیاد روی نمی کنیم. یعنی پنسیلین ها را شما میکانیزم تاثیرش خواندین که میکانیزم تاثیر پنسیلین ها قسمی بود که انزیم به نام ترانس پپتایدیز میساخت و در نتیجه سبب میشد تا که باکتری چی کنه؟ باکتریا از بین بره. حال دکتر صاحب یک تعداد از میکروارگانیسم ها را داریم که نمی میکروارگانیسم ها فاقد دیوار حجروی هستند. پس میکروارگانیسم هایی که فاقد دیوار حجروی است پنیسیلین ها بر ازوا کار نمیته. اینال اینمی میکروارگانیسم ها کدام هستند؟ خوب دقیق باشین. میکروارگانیسم هایی که سیل وال لک هستند، یعنی فقدان چی دارن؟ فقدان دیوار حجروی دارن. مثلا دکتر صاحب عزیز مثال ازی مایکوباکتریا صحیح شد. مایکوباکتریا ها مثلا مایکوباکتریوم
توبرکلوز، در مایکوباکتریوم توبرکلوز شما پنسیلین بتین هیچ تاثیر نمیکنه. چرا؟ به خاطر از اینکه مایکوباکتریا ها دارای دیوار حجروی نمی باشند. دیگر دکتر صاحب عزیز، مثلا پروتوزواها، ویروس ها، فنگس ها، اینیا که هستن دکتر صاحب، مثلا ویروس، فنگس، اینیا دکتر صاحب چیزایی هستن که میکروارگانیسم هایی هستن که یعنی پنیسیلین ها روی ازیا تاثیر نداره. خب این بود دکتر صاحب یک معرفی کلی در قسمت پنیسیلین ها. آل موضوع دیگه که در پنیسیلین ها بحث میکنیم روی کلاسیفیکیشن و یا تقسیم بندی پنیسیلین هاست. این دکتر صاحب یک چارت ما آوردیم و این شما یادداشت کنین و یکی یک اسکرین شات حتما از این بخش بگیرین. خوب دقیق باشین در قسمت یعنی کلاسیفیکیشن پنیسیلین ها. هم دکتر صاحب این قسمت ما کلاسیفیکیشنش میگم و هم موضوعاتی که اساسی و امتحانی است در قسمت ما اشاره میکنم. خوب دقیق باشین. از نظر کلاسیفیکیشن پنیسیلین ها را ما شما با کاتگوری های مختلف تقسیم بندی کردیم. یکی از یعنی پنیسیلین، یکی از کاتگوری ها در قسمت دکتر صاحب به نام نچرال پنیسیلین ها یاد میشه. آل دکتر صاحب نکته امتحانی چی است؟ نچرال پنیسیلین یک کدام پنیسیلین نچرال پنیسیلین است؟ شما میتونین بگوین که پنیسیلین جی یک نچرال پنیسیلین است. دو دکتر صاحب عزیز، پنیسیلین جی نام دیگه برای پنیسیلین جی چی است؟ شما میتونین بگوین که بنزایل پنیسیلین. دکتر صاحب عزیز شما خواندین که از جمله نچرال پنیسیلین ها کدام است؟ پنیسیلین جی. نام دیگه برای پنیسیلین جی عبارت از بنزایل پنیسیلین یاد میشه. دکتر صاحب اگر خدمتتان در قسمت پنیسیلین جی عرض کنم، پنیسیلین جی تنها به شکل پرنترال استفاده میشه. یادداشت کنین. یگانه پنیسیلینی که تنها به شکل پرنترال استفاده میشه او کدام پنیسیلین است؟ پنیسیلین جی. یعنی دکتر صاحب عزیز در پنیسیلین جی ما شما شکل اورال یزیره نداریم. یک موضوع. دوم دکتر صاحب عزیز این یک دوای چایس است. اینی نکات امتحانی است. یعنی یک دوای چایس است. چایس برای کدام حالت است؟ پنیسیلین جی دکتر صاحب عزیز یک دوای چایس برای چی است؟ برای کلستریدیوم پرفرنجس. برای کلستریدیوم پرفرنجس یک دوای چایس است. دوم دکتر صاحب عزیز اینی خیلی مهم است. دوم دکتر صاحب عزیز یعنی برای چی؟ برای سفلیس. برای سفلیس چی است؟ برای سفلیس یک دوای چایس است. اینیا نکته امتحانی است. مثلا کدام پنیسیلین چایس برای سفلیس است؟ شما میتونید بگوین چی؟ پنیسیلین جی یا بنزایل پنیسیلین. کدام پنیسیلین چایس برای کلستریدیوم پرفرنجس است؟ کدام پنیسیلین؟ بنزایل پنیسیلین یا پنیسیلین جی. دکتر صاحب عزیز پنیسیلین جی هم تاثیرات روی گرام پوزیتیو بسیلا داره، گرام نگاتیو و همچنان روی اسپایروشیت ها هم میتونه تاثیرات خود داشته باشه. این بود قسمت پنیسیلین جی. در پنیسیلین جی دکتر صاحب شما فهمیدین که اورال استفاده نمیشه. چایس برای کلستریدیوم پرفرنجس و برای سفلیس می باشه. حال دکتر صاحب عزیز میم روی گروپ دومی از پنیسیلین ها بحث میکنیم که به نام سیمی سنتتیک پنیسیلین ها یاد میکنیم. و در قسمت سیمی سنتتیک پنیسیلین ها دکتر صاحب سه گروپ دیگه شامل است. خوب دقیق باشین. یکی از گروپ هایی که در قسمت شامل است به نام اسید ریزیستنس میگیم. پیشتر ما گفتیم که پنیسیلین جی اورال داده نمیشه به خاطر از اینکه اسیدی را تخریب میکنه. یک الटरनेटिव یعنی یک جاگزین برای پنیسیلین جی ساختن و این را نام گذاشتن پنیسیلین وی. اگر سوال شود که الटरनेटिव برای پنیسیلین جی یا بنزایل پنیسیلین کدام پنیسیلین است؟ شما میگین پنیسیلین وی می باشه. یادداشت کنین دکتر صاحب. الटरनेटिव برای پنیسیلین
alternatitive برای پنسیلین جی چی است؟ پنسیلین وی می باشه که پنسیلین وی را شما به شکل اورال میتونین تجویز کنین، اما یادتان باشه در واقعاتی که باکتری یا وجود داشته باشه شما پنسیلین وی برای مریضایتان نتین. شد چون جذبش کمتر است، تاثیرات چندان نمی داشته باشه. دیگر دکتر صاحب عزیز، یک گروپ دیگی از پنسیلین ها را وجود داره که به نام پنسیلینیز رزिस्टنس پنسیلین یاد میکنیم. خوب دقیق باشین. یکی از جمله مشکلاتی که امروزه ایجاد شده، باکتری ها کوشش کردن دست به دست هم کردن و یا یک انزایم ساختن به نام پنسیلینیز. چی؟ باکتریا ها یک انزایم ساختن به نام پنسیلینیز. وقتی که شما پنسیلین مثلا برای میدادن به خاطر از اینکه باکتری از بین بره، دیدن که به جای از اینکه باکتریا از بین بره، باکتریا پنسیلین از بین برد. چون چی کرد؟ یا انزایم ساخت به نام پنسیلینیز. حالا دکتر صاحب علما باز کوشش کردن تا آنتی بیوتیک های را بسازن از خانواده پنسیلین که یا مقاوم در مقابل انمی انزایمی که باکتریا تولید میکنه بوده باشه. که انمی دواها شامل کدام دواهاست؟ شامل یک متیسیلین، کلوکزاسیلین، دای کلوکزاسیلین. متیسیلین، کلوکزاسیلین، دای کلوکزاسیلین و نفیسیلین دکتر صاحب عزیز و چی؟ و نفیسیلین. اینیا آنتی بیوتیک های هستند که از خانواده پنسیلین در مقابل پنسیلینیز یا چی هستن؟ مقاوم می باشه. صحیح شد؟ ایره یادداشت کنین. مثلا میگه پنسیلینیز رزिस्टنت پنسیلین ها شامل کدام یک ازی است؟ شما یاد دارین که متیسیلین، کلوکزاسیلین، دای کلوکزاسیلین و نفیسیلین از جمله اینی گروپ می باشه. دیگر دکتر صاحب عزیز، یک گروپ دیگی که مربوط سیمی سنتتیک پنسیلین ها می باشه، او عبارت از چی است؟ او عبارت از extended spectrum پنسیلین ها می باشه. خوب دقیق باشین. extended spectrum پنسیلین ها. ایره برای من شما بگوین که خوابتان نبره. extended spectrum که میگیم یعنی به چی معناست؟ یا broad spectrum که میگیم به چی معناست؟ extended spectrum یا broad spectrum. بله، بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. صافی وسیع الساحه بوده باشه. پیشتر ما خدمتتان به عرض رساندم که گروپ متعددی از باکتری ها را از بین ببره. اینمی را به نام چی یاد میکنیم؟ extended spectrum antibiotic یاد میکنیم. اگر سوال شود دکتر صاحب عزیز که extended spectrum پنسیلین ها کدام ها هستند، شما بسیار با سادگی میتونین بگوین که یکی از جمله گروپ هایی که extended spectrum پنسیلین است و امینو پنسیلین هاست. دیگر دکتر صاحب عزیز یوریدو پنسیلین ها می باشه. دیگر دکتر صاحب عزیز کاربوکسی پنسیلین ها می باشه. امینو پنسیلین، یوریدو پنسیلین. در این قسمت دکتر صاحب یادداشت کنین چند نکته امتحانی را می خواهیم خدمتتان به عرض برسانم. دکتر صاحب عزیز، زمانی که شما یوریدین پنیسیلینز که میگن شامل کدام پنسیلین ها میشه؟ شامل پیپراسیلین، مزلوسیلین و دیگه دکتر صاحب عزیز تیکارسیلین. بدی فارماکولوژی چی است؟ بدی فارماکولوژی دیگه است که شما مجبور هستین یک حافظه مکانیکی داشته باشین، یعنی تعداد زیاد دواها را حفظ کنین. اما خوبیش چی از دکتر صاحب؟ خوبیش دیگه است که خیلی استفاده زیاد داره. شما در هر بخشی که بوده باشین، چی داخلی اطفال، چی جراحی اطفال، چی یعنی با دوا سر و کار دارین. یعنی وقتی با مریضتان یک دوایی را تجویز کنین که واقعا با تمام معنا مکانیزم تاثیر زیاد بفهمین، باز وقت همین طبابت تداوی براتون یک کیفیت بسیار بالا می داشته باشه. یعنی واقعا پیش وجدانتان خیلی راحت می باشین و بسیار با یک اطمینان خاص میتونین دوا را بر مریضتان تجویز کنین و ایرام شما 100% مطمئن شوین که حتما اجور میشه. اخلاص بسیار مهم است. خب دکتر صاحب عزیز، زیاد پرحرفی نمی کنم.
یک گروپی از extended spectrum پنسیلین ها را به نام یوریدو پنسیلین یاد میکنن. یوریدو پنسیلین ها شامل پیپراسیلین، تیکارسیلین و مزلوسیلین بود. خب این دو تاش یاد کنین، پیپراسیلین و تیکارسیلین. دکتر صاحب عزیز، اینمی گروپ پنسیلین ها را به نام آنتی سیودوموناس پنسیلین هم یاد میکنن. آنتی سیودوموناس چی میگیم براش؟ پنسیلین هم براش میگیم. یعنی اگر سوال شود آنتی سیودوموناس پنسیلین ها کدام پنسیلین است، شما میگین پیپراسیلین و تیکارسیلین که به نام یوریدو پنسیلین یاد میکنیم. دیگر دکتر صاحب عزیز، امینو پنسیلین ها شامل امپیسیلین، اموکسیسیلین و امپیسیلین خیلی ها استفاده میشه دکتر صاحب. سه شد. حال یک نکته را میخوایم خدمتتان در این قسمت به عرض برسانم. زمانی که شما دکتر صاحب عزیز امپیسیلین کمباین میکنین با جنتامایسین، وقتی که امپیسیلین با جنتامایسین که کمباین شود دکتر صاحب عزیز، یعنی خوبی از این چی است؟ کمباین امپیسیلین با جنتامایسین یک چایس است برای لیسیریا مونوسایتوجنس. برای کدام گروپ؟ برای گروپ لیسیریا مونوسایتوجنس. لیسیریا مونوسایتوجن یعنی کمباین امپیسیلین با جنتامایسین چایس برای اینمی است. دیگر دکتر صاحب عزیز، گروپ دیگه که باقی میمانه و عبارت از یعنی بیتا لاکتیمیز انهیبیتور ها می باشه. امروزه شما از این بسیار زیاد استفاده میکنین. مثلا سفتریاکسون است، همراه سلبکتام چی شده؟ کمباین شده. سه شد. یا مثلا یک آنتی بیوتیک دیگه از خانواده سفالوسپرین است، همراه تازوبکتام کمباین شده. به این شکل دکتر صاحب، زمانی که شما کلابولونیک اسید، سلبکتام و تازوبکتام کمباین کنین، مثلا کلابولونیک اسید همراه اموکسیسیلین که کمباین شوه، در بازار نام تجارتیشان چی است؟ کسی میتونه بگه برام؟ کلابولونیک اسید همراه اموکسیسیلین به شکل کمباین که میآید، نام تجارتیشان در شهر بازار شما بسیار زیاد استفاده میکنین، خصوصا در طرقای تنفسی. بله دکتر صاحب، آگمانتین. یعنی شما فهمیدین که اموکسیسیلین یک پنسیلین است. پیشتر این قسمت ما خدمتتان به عرض رساندم چی نوع یک پنسیلین است. اموکسیسیلین دکتر صاحب یک پنسیلین که به نام امینو پنسیلین است. خود اموکسیسیلین یک براد اسپکتروم آنتی بیوتیک است. یادتان باشه اموکسیسیلین یک براد اسپکتروم آنتی بیوتیک است. اینمی یک سوال آمده بود دکتر صاحب، فکر نمیکنه چون سعی کنین شما یکسم در این قسمت را گم میکنین. یعنی اموکسیسیلین خیلی زیاد استفاده میشه اما اونقدر تاثیر نداره. بعضی ها باز اگر نخوانده باشه به این فکر است میگه این خوب بسیار ضعیف است، این نمیتونه براد اسپکتروم باشه. اما سعی کنین اموکسیسیلین، امپیسیلین از جمله براد اسپکتروم آنتی بیوتیک هاست. اموکسیسیلین زمانی که با کلابولونیک اسید کمباین شوه تحت عنوان کواموکسیکالیف یا آگمنتین یا کلاموکس، این یا دکتر صاحب عزیز نامای تجارتیش است که در بازار میبینیم. خیلی شما مفهوم بگیرین سلبکتام چی کار میکنه؟ بیتا لاکتیمیز یک انزایم است که باکتریا تولید میکنه، او را نمیسازه. تازوبکتام بیتا لاکتیمیز انهیبیتور است. کلابولونیک اسید بیتا لاکتیمیز انهیبیتور میباشه. بیان بود دکتر صاحب عزیز در قسمت کلاسیفیکیشن پنیسیلین ها. شما یعنی طریق یاد گرفتن از چی است؟ ویدیو را ریکارد زمانی که براتون مانده شد کتاب باز کنین، دقیق گوش کنین و دکتر صاحب عزیز چیزایی که گفته شده یعنی در کتاب نوشته کنین و بارها را تکرار کنین. یعنی در یک بار تکرار کردن دکتر صاحب در یک بار گوش گرفتن یاد نمیگیرین. خب یک چند سوال از این بخش میکنم، باز از این بخش میگذریم دکتر صاحب عزیز. یعنی الटरनेटिव برای پنسیلین جی کدام پنسیلین بود؟ تست جواب بدین که وقت زیاد نگیره. الटरनेटिव برای پنسیلین جی بله دکتر صاحب پنسیلین وی بود. دیگر دکتر صاحب عزیز
نکته جالب دیگه، آنتی سیودوموناس پنسیلین ها کدام پنسیلین بودن؟ آنتی سیودوموناس پنسیلین ها، کدام پنسیلین ها را به نام آنتی سیودوموناس پنسیلین ها یاد میکردیم؟ بله، یوریدو پنسیلین. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب عزیز، خداوند شما را خیر بده. خب آخرین نکته که در قسمت پنسیلین ها خدمتتان به عرض برسانم دکتر صاحب عزیز، پنسیلین ها را کلاسیفیکیشن ش خواندین، حال امروی ادورس افکت و رزिस्टنس، یعنی ادورس افکت پنسیلین یا عوارض جانبی که پنسیلین ها ایجاد میکنه کدام هستند دکتر صاحب عزیز؟ در قسمت ادورس افکت یا عوارض جانبی یا ساید افکت پنسیلین ها، ایره یادداشت کنین دکتر صاحب عزیز. یکی از یا عبارت از هایپر سنسیتیویتی می باشه، حساسیت ایجاد میکنه. دوم دکتر صاحب عزیز یعنی دیاریا. یکی از عوارض جانبی مثلا اموکسیسیلین، کلوبزاسیلین، دایکلوبزاسیلین، پنیسیلین، امپیسیلین، یا را که میتونید به مریضایتان معمولا از یک اسهالات شکایت میکنه. این علت به وجود آمدن از چی است؟ علت به وجود آمدن از است که دنتستین همون مایکروفلورا هایی که خداوند کریم آفریده اونما را یک امبالانس برشان ایجاد میکنه. نکته مهم و اساسی دکتر صاحب عزیز، کدام پنسیلین است که سبب ایجاد اکیوت انترستیشیال نفرایتس میشه؟ اکیوت انترستیشیال نفرایتس. اگر قرار باشه که من سوال جور کنم، حتما از این قسمت اینمی سوال میارم. یعنی یکی از عوارض جانبی پنسیلین ها دکتر صاحب عزیز اکیوت انترستیشیال نفرایتس است. بله دکتر صاحب عبیدالله نام خود خیلی بچلای. یا میگن که چی است؟ یا میگن که پنسیلین ها، خصوصا کدام پنسیلین؟ خصوصا دکتر صاحب عزیز متیسیلین. متیسیلین یک پنسیلینی است که سبب ایجاد چی میشه؟ اکیوت انترستیشیال نفرایتس میشه. دیگه دکتر صاحب عزیز عارض جانبی پنسیلین ها میتونه نیوروتوکسیسیتی باشه، نیوروتوکسیسیتی باشه. دیگه دکتر صاحب عزیز میتونه هیماتوتوکسیسیتی، هیماتولوژیک توکسیسیتی ایجاد کنه. دکتر صاحب ایره یادداشت کنین. عارض جانبی پنسیلین ها، هایپرسنسیتیویتی، دیاریا، اینی بسیار مهم است. اکیوت انترستیشیال نفرایتس. دیگه دکتر صاحب اینی را هم شما دست کم نگیرین. نیوروتوکسیسیتی، مثلا یکی از عارض جانبی پنسیلین ها می باشد. چند موضوع را میاره، باز میگه که نیوروتوکسیسیتی. نخیر دکتر صاحب عزیز، یکی گفتن که هیمولایتیک انیمیا. هیمولایتیک انیمیا میتونه شامل شود، اما در کل هیماتولوژیک توکسیسیتی میته. شد این یک کلمه عام است. دیگه دکتر صاحب عزیز آخرین نکته که در قسمت پنسیلین ها خدمتتان به عرض برسانم او در مورد رزिस्टنس یا مقاومت در مقابل پنسیلین هاست. یعنی دکتر صاحب عزیز مقاومت در مقابل پنسیلین ها چطور ایجاد شده؟ مقاومت در مقابل پنسیلین ها به دو طریقه یا به دو مکانیزم ایجاد شده. یکی دکتر صاحب عزیز باکتری ها یعنی یا قادر به این شدن تا انزایم های را تولید کنه به نام پنسیلینیز و یا بیتا لکتیمیز. صحیح شد؟ وقتی که ما مثلا اموکسیسیلین میدادیم به جای از اینکه تاثیر کنه از بین میرفت. پس ما بیتا لکتیمیز اینهیبیتور ها را اختراع کردیم. مثلا سلباکتام. صحیح شد؟ همراه یک مثلا امپیسیلین جمع سلباکتام یا تازوباکتام یا دکتر صاحب عزیز کلوبولونیک اسید که پیشتر براتون گفتم همراه اموکسیسیلین گت کردیم دادیم. کلوبولونیک اسید بیتا لکتیمیز نمیکرد، اموکسیسیلین رفت خود باکتری جدار حجروی باکتری را تخریب کرد. در نتیجه یعنی تانستیم باکتری را از بین ببریم. یعنی هدف چی است؟ چرا را مقابل پنسیلین مقاومت ایجاد شد؟ چون باکتری ها بیتا لکتیمیز تولید کردن. دیگه دکتر صاحب عزیز دیگه یعنی علت ایجاد رزिस्टنس است که پرمیبیلیتی یا قابلیت نفوذی پنسیلین ها کم است.
پرمیبیلیتی یا قابلیت نفوذی پنسیلین ها چی است؟ کمتر از در مقایسه با سفالوسپرین ها. یا بود دکتر صاحب عزیز در مورد چی؟ در مورد پنسیلین ها. دکتر صاحب اگر کسی سوال داشته باشه در قسمت پنسیلین ها، خدا کنه که پنسیلین ها را به تمام معنا شما درک تانسته باشین. خیلی موضوع اساسی و موضوع جالب بود دکتر صاحب. در قسمت سیل وال انهیبیتور ها بحث کردیم. صحیح شد. از جمله سیل وال انهیبیتور ها گفتیم که بیتا لاکتیم ها تمامشان سیل وال انهیبیتور است و بیتا لاکتیم ها را تو یاد میکنین. بیتا لاکتیم ها شامل کدام گروپی دوایی است؟ کسی میتونه برای ما بگویه؟ یک نمونه که براتون گفتم. بیتا لاکتیم ها کدام دواها شامل میشد؟ بله دکتر صاحب عبدالقادر میگن PCCM، پنسیلین، سیفالوسپرین، کارباپنم و مونوباکتم. دکتر صاحب عزیز شما از بیتا لاکتیم ها پنسیلین خواندین، میم روی چی بحث میکنیم؟ روی PCC دومی بحث میکنیم که عبارت از سیفالوسپرین ها می باشه. سیفالوسپرین ها دکتر صاحب خیلی مورد استفاده زیاد داره. مثلا سفتریاکسون متاسفانه امروز هر کسی که میایه فقط قلم اول چی است؟ سفتریاکسون است که بر سفتریاکسون میتن. شد و در این درس در این مبحث ما شما میخوانیم که عارضه جانبی سفتریاکسون چی است؟ شامل کدام مثلا جنریشن سفالوسپرین است، خود سفالوسپرین ها چی کار میکنه، کدام ساختمان ها را داره. روی از این موضوعات بحث میکنیم و تفاوت سفالوسپرین ها با پنیسیلین ها در چی است. به نظرم دکتر صاحب امروز یک کم زرگک سرعتم بالاتر است، چون ما یعنی سنجیدم که یعنی مجبور هستم که کم زرگک تیزتر براتون صحبت کنم، به خاطر از اینکه خیلی موضوعات باز باقی میمانه و متاسفانه وقت ما پوره میشه. خب سعی کنید دکتر صاحب اگر از نظر ساختاری ما سفالوسپرین ها را خدمتتان یک ترسیم داشته باشم به این شکل، یعنی یا از کدام رنگ ها ساخته شده. دکتر صاحب عزیز خب شما فرض کنید که به این شکل یعنی از نظر ساختاری دکتر صاحب عزیز سفالوسپرین ها متشکل از دو رنگ یا دو حلقه است که یک حلقه زولی از این را به نام دای هایدرو تیازین رینگ برش میگیم. مثلا اینی حلقه را دکتر صاحب عزیز به نام دای هایدرو تیازین رینگ برش میگیم. و اینی حلقه دیگه از این دکتر صاحب عزیز این حلقه بیتا لاکتیم است. حلقه چی است؟ حلقه بیتا لاکتیم می باشه. و یا دکتر صاحب عزیز سکنین دو آر داره. یک آر از این خاصیت چی می داشته باشه؟ خاصیت آنتی مایکروبیال می داشته باشه. خاصیت چی می داشته باشه؟ خاصیت آنتی مایکروبیال. یعنی از نظر ساختاری پنسیلین ها مشابه با سفالوسپرین هاست، اما دکتر صاحب یک تعداد تفاوت ها بین زیاد دیده میشه. پس خیلی تفاوت هایی که بین پنیسیلین تفاوت هایی که بین پنیسیلین و سفالوسپرین است چی از دکتر صاحب؟ تفاوت هایی که بین پنیسیلین و سفالوسپرین است یک دکتر صاحب عزیز، یک از سفالوسپرین ها بیتا لاکتیم رنگ از یا که از دکتر صاحب عزیز در مقابل بیتا لاکتیمیز مقاوم است. یک دوم دکتر صاحب عزیز یعنی براد سپکتروم بودن از یا بیشتر چی هستن؟ بیشتر براد سپکتروم هستن در مقایسه با پنیسیلین ها. یعنی دکتر صاحب عزیز
این تفاوت هایی بود که بین چی وجود داشت بین سفالوسپرین ها و پنیسیلین ها. دیگر دکتر صاحب عزیز، اگر سفالوسپرین ها را از نظر مکانیزم تاثیر ما شما مورد مطالعه قرار بدیم، باز هم یا چی هستن؟ سیل وال انهیبیتور هستن. قسمی ازی که بیشتر گفتم انزایم به نام ترانس پپتایدیز یا چی می سازن یا نمی می سازن. و دکتر صاحب عزیز، اگر در قسمت ساید افکت عمومی، در قسمت به شکل عمومی در مورد ساید افکت یا عوارض جانبی سفالوسپرین ها بحث کنیم، باز هم دکتر صاحب عوارض جانبی از یا میتونه چی باشه؟ اسهالات بوده باشه، میتونه استفراغات و دلبدی بوده باشه، میتونه سبب ایجاد چی شوه؟ سردردی ها شوه، ای آنتی بیوتیک ها، هدیک. و نکته مهم و اساسی و جالب دیگه چی از دکتر صاحب؟ یک نکته جالب و اساسی دیگه که در قسمت خدمتتان عرض برسانم، یکش عبارت از چی است؟ الرژی است. حال خوب دقیق باشین، یک شخصی که در مقابل پنسیلین حساسیت داره، آیا در مقابل سفالوسپرین هم حساسیت می داشته باشه یا خیر؟ این را شما برای من جواب بدین. مثلا بر یک شخصی امپیسیلین دادن حساسیت کرد، آیا بعد از این شما سفتریاکسون بتین یا خیر؟ این دکتر صاحب عزت، نام خدا بسیار بسیار عالی فرمودن. یعنی دکتر صاحب عزیز، تمام کسایی که در مقابل پنسیلین ها حساسیت دارن، در مقابل سفالوسپرین ها حساسیت نمی داشته باشه، بلکه چند فیصد؟ 10% از اشخاص میتونه حساسیت داشته باشه. یعنی از 100 نفری که در مقابل امپیسیلین حساسیت داره، فقط 10 نفرشان میتونه در مقابل سفالوسپرین ها مثلا سفتریاکسون چی داشته باشه؟ حساسیت داشته باشه. دیگر دکتر صاحب عزیز، در کدام حالت ها نباید سفالوسپرین بر مریضایتان بتین؟ کانترا در کدام حالت ها دکتر صاحب عزیز چی از سفالوسپرین ها کانترا اندیکیشن دارد؟ یعنی مطلق مزاد استدباب است. یک، شما بفهمین که اینمی مریضتان در مقابل سفتریاکسون حساسیت داره، یعنی در مقابل سفالوسپرین حساسیت داره، هایپرسنسیتیویتی داره. دیگر دکتر صاحب عزیز، اشخاصی که مرضی چی داشته باشه؟ مرضی پورفیریا داشته باشه. حتما شما در پورفیریا را در بیوشیمی خواندین که پورفیریا چه نوع یک مرض است. خب دکتر صاحب عزیز، این بود در کل تشریحات عمومی در مورد چی؟ در مورد سفالوسپرین ها. امید که فهمیده باشین. و بحث دیگه ما دکتر صاحب عزیز عبارت از چی است؟ کلاسیفیکیشن سفالوسپرین هاست که متاسفانه وقت ما شما تمام شد. من خیلی کوشش خدا کردم که سفالوسپرین ها را امروز براتان خلاص کنم، اما ای که نصیب و قسمت نبوده دکتر صاحب عزیز. روز بعد در مقابل در قسمت در سفالوسپرین ها بحث میکنیم. اینی را یک یادداشت کنین، یک اسکرین شات بگیرین، یک نمونه که برای سفالوسپرین است. ایره تا وقتی که نوبت دیگه ما میرسه دکتر صاحب شما ایره یادداشت کرده برین. سعی شد کم کم تکرار کنین. باز وقتی که ما براتون گفتم سفالوسپرین ها اینی گروپ هستن و شامل اینی دوا هستن، شما خیلی خوبتر میتونین ساده تر یاد بگیرین. امید که درس خسته کننده نبوده باشه. یکی از دوستان میگن که پی دی اف فارماکولوژی را شریک بسازین. خب یک چند لحظه شما خیلی صبر کنین، ما پی دی اف ازی را براتان بیارم دکتر صاحب و دکتر صاحب اسلمی هم انشالله که براتان شریک میسازه. خب دکتر صاحب عزیز دقیق باشین. میخوایم در این قسمت از کتاب اسلمی خواهی دام یک مروری داشته باشیم. مقصد خواهش ما ازتانی از دکتر صاحب عزیز که نمی فارماکولوژی را بسیار خوب تعقیب کنین چون خیلی به دردتان میخوره. آنتی بیوتیک ها را دکتر صاحب یک معرفی کردیم، دواها که مثلا تقسیم بندی کردیم و در قسمت باکتریوسیدال و باکتریوستاتیک گفتیم که
یعنی باکتریوسیدال چی معنا میته، باکتریوستاتیک چی معنا میته. در این قسمت دکتر صاحب عزیز اصلا میشه بعض از مثال ها و خیلی جالب، مثلا کدام باکتریا ها، کدام آنتی بیوتیک ها باکتریوسیدال است. به طور مثال سل وال سنتز اینهیبیتور ها، پیشتر براتون گفتم پنیسیلین، سیفالوسپرین، کارباپنم، ازوترونیوم، وانکومایسین، اینیا مونوباکتریم ها که شامل ازی میشه، اینیا کلشی هستند، باکتریوسیدال است. دیگه فلوروکوینولون ها، آنتی فولیت دراگ ها، اینیا هم باکتریوسیدال است. امینوگلایکوزید ها دکتر صاحب عزیز، باکتریوستاتیک کدام آنتی بیوتیک ها، این خیلی مهم است. کدام آنتی بیوتیک ها باکتریوستاتیک است؟ ماکرولید، تتراسیکلین، کلندامایسین، لنزولیت. اینیا دکتر صاحب عزیز یا چی هستند؟ یا باکتریوستاتیک می باشند. و شما مفهوم باکتریوسیدال و باکتریوستاتیک فهمیدین که چی مفهوم داشت. دیگه دکتر صاحب روی سل وال اینهیبیتور ها بحث کردیم. سل وال اینهیبیتور ها را گفتیم شامل چی است؟ بیتا لاکتیم. بیتا لاکتیم ها شامل کدام ها بودن؟ پی سی سی ام، یادتان نره. با این شکل دکتر صاحب عزیز یعنی روی از این موضوعات ما شما بحث کردیم. اینی دکتر صاحب عزیز در قسمت پنسیلین هاست، اینی را یادداشت کنین. خیلی خوب شد که به این شکل آمد دکتر صاحب. اینی جدول ها را شما دقیق بخوانید دکتر صاحب. مثلا در قسمت سیفیلیس دکتر صاحب خدمتتان به عرض برسانم که مثلا no antibiotic resistant has been reported. این یک نکته است. مثلا میگه که در مقابل سیفیلیس کدام آنتی بیوتیک چی است؟ مقاوم است. شما این را باید بفهمین که هیچ آنتی بیوتیک سیفیلیس در مقابل هیچ آنتی بیوتیک مقاوم نیست. یعنی هدف می است که اینمی جدول شما دقیق یک بخوانید دکتر صاحب. گرچه ما گفتیم در لابلای کپای خود ما گفتیم دکتر صاحب. یک معرفی از سیفالوسپرین ها داشتیم دکتر صاحب. سیفالوسپرین ها از نظر ساختاری براتون بحث کردم، مکانیزم تاثیر، ساید افکتشان، کنترا اندیکیشنشان. یگانه چیزی که مان جنریشن هایش است دکتر صاحب که با 5 جنریشن تقسیم بندی میشه. جنریشن اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم دکتر صاحب عزیز. به این شکل اینیا را شما مرور کنین. روزهای بعد تا روز بعد شما را به خدای کریم و رحیم و بی‌نیاز میسپارم. الله یاد و